شما که به عنوان اهل سنت میخواید بیاید از عقیده اهل سنت دفاع بکنید، به شما اجازه نمیدن. بعد خودشون افرادی رو دارن که به اسم اهل سنت و به اسم مولوی اینها رو آماده میکنن، بعد اینا زنگ میزنن به نام اهل سنت صحبت میکنن. دوستانمون در بخش پژوهش و پیگیری یکی از اینا رو به من دادن، اینو من پخش میکنم. احمد جان ببینید این رو. سنت نیستن. اما بیننده بعدی که پشت خط ارتباطی ما هستن جناب مولوی مرادزهی از تهران از عزیزان اهل سنت هستن. سلام علیکم، شبتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، بالاخص مولوی بزرگوار که واقعا بزرگواری کردن، که واقعا از همه اهل تسنن دفاع کردن به جوری و به نیتی و خوشحالم. واقعا ما اهل تسنن شبکه ماهواره‌ای خاصی نداریم. این بدبخت بیچاره حتی اهل تسنن، چون اینا وقتی میخوان اهل سنت، اصلا اهل سنت هست، اینا میگن اهل تسنن یا تسنن. این حتی این بدبخت از بس که دست باچه بود نتونست همون تکه کلام ها یا اصطلاحاتی رو که به اصطلاح در بین خودشون استفاده میکنن، همین بسیجی ها یا همین اطلاعاتی ها، نتونست که همون هم پنهان بکنه. اهل تسنن یا اهل تسنن یعنی کسایی که تظاهر به سنی بودن میکنن یا تظاهر میکنن به یک چیزی، در حالی که اهل سنت هست، نه اهل تسنن. این تسنن اصطلاحی است که اینها انداختن رو زبانهای مردم. حالا ببینید که این آقای اهل سنت جناب مولوی مرادزهی از تهران، ایشون کی هستن؟ هرچه شبکه اهل تسنن هست به جوری همه وهابیت هست. انشالله شاهد تشریف فرمایی مولوی های دیگر باشیم در شبکه ولایت و بزرگواران و برادران اهل تسنن اینو نگاه نکنن که اگر مولوی میاد در شبکه شیعه صحبت میکنه، خدایی نکرده شاید وابسته به جایی هست. مطمئن باشید اگر شبکه نه خدا نکنه. ما کی گفتیم که ایشون وابسته به جایی هست؟ هرگز ما این حرفو نزدیم. از موقعی هم که آوردن گفتیم که هر کسی رو اگر بیارن تا شبکه ولایت بر علیه ما صحبت بکنه، ما به این عقیده هستیم که ایشون یک زندانی هست، یک زندانی رو به زور. ایران یک زندان بزرگی است برای اهل سنت و برای شیعیان حقیقی و راستی و آزاده. به زور کسی رو بیارن جلوی دوربین. دیدید که این بعد از انتخابات 88 چطور آوردن مثل بلبل جلوی تلویزیون میگفتن نخیر کی گفته اونجا سونا جکوزی است و خلاصه کی گفته که در کهریزک تو به اصطلاح تجاوز کردن به زن و بچه مردم. این دروغ همش. به هر صورت کلیپ طولانیه، من فقط این قسمت آخری این رو خدمتتون پخش بکنم که ببینید که این آقا کیست. چه بزرگوارای افغانستان، چه در عباس، چه زاهدان، چه چابهار، همه جای ایران طرفدار شما مولویایی هست. بتونین حرف حق و مردم بزنید، هر چند تلخ باشه، هر چقدر. تو رو به خدا، تو رو به همون رسول الله قسمتون میدم، حقیقت را بگین به مردم. هر هست اگر شیعه خوبه حقیقت بگید، اگر سنی حق حقیقت بگید، که ایشالا روز قیامت روز سفید باشیم جلو پرور. ممنونم آقای مرادزهی. سلامت باشید. درود بر شما. دیدید متوجه شدید آخرش گفت یا علی. نتونست که اون به اصطلاح خودش رو پنهان بکنه. یک بار دیگه توجه بکنید که ایشالا روز قیامت روز سفید باشیم جلو پرور. ممنونم آقای مرادزهی. سلامت باشید. درود بر شما. خدا نگهدارتون. روز قیامت روز سفید باشیم جلو پرور. ممنونم آقای مرادزهی. سلامت باشید. درود بر شما. خدا التماس دعا دارم یا علی. این از اینا که باشن. الان به این آقا چند دقیقه وقت داد؟ دقیقاً 4.5 دقیقه ایشون توهین کرد به شبکه‌های اهل سنت، به عقاید اهل سنت. اسمش هم گذاشته بود مولوی مرادزهی از تهران. آخرش هم که یا علی التماس دعا.
آه 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 آه